به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با رمانی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. برف، اورهان پاموک، مترجم عارف جمشیدی هستش و نشر نون در سال 1402 در تهران این کتاب رو چاپ کرده. چاپ دوم این کتاب در اختیار من هستش و قطعاً چاپ‌های زیادی از این کتاب منتشر شده. آقای اورهان پاموک برنده جایزه ادبی مدیسی 2005 و مدین پریکس 2006 و برنده جایزه نوبل ادبیات 2006 هستند. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم که معرفی کوتاهی از نویسنده کتاب هست و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. اورهان پاموک نامی بی‌نیاز از معرفی است و خوانندگان جدی ادبیات داستانی آثار این نویسنده برنده جایزه نوبل را میشناسند. برف پنجمین رمان پاموک است و تنها اثر سیاسی او. رمان برف داستان حضور شاعر و روزنامه‌نگاری به نام کا در شهری به نام کارث است که خبری مهم تمام آن را در بر گرفته است. اپیدمی خودکشی دخترانی که در تنگنای پذیرفتن یا پس زدن چیزی که بر آنها تحمیل شده است مرگ را برگزیدند. اما در این میان کا گرفتار عشقی قدیمی و شعله فروکش نکرده آن می شود. این رمان روایتگر داستانی عاشقانه است که در پس زمینه مشوش ترکیه امروز که سرشار از تنش از اتفاق می افتد. داستانی عاشقانه که در فضای زیبا و البته فریبکار شهری مرزی که درگیر بورانی سخت شده است شکل می گیرد. عشق و خیانت، طنز و تراژدی، خوشبختی و فاجعه، ایمان و شک چارچوب رمان برف را می‌سازند. رمانی سیاسی فلسفی و نوآوری عاشقانه در آوردگاه تردید و تعصب. یک نوشته خیلی کوتاه از خانم مارگارت اتود هستش که در مورد رمان برف. رمان برف نه تنها یک شاهکار جذاب داستان نویسی است بلکه کتابی است که خواندن آن در زمانه ما ضروری است. یک رمان معروف دیگه هم از آقای اورهان پاموک هستش که در نشر نون منتشر شده، زنی با موهای قرمز. مقدمه بسیار کوتاه رو از آقای عارف جمشیدی مترجم این کتاب برای شما میخونم تا جزئیات این کتاب مشخص بشه و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. شخصیت اصلی این داستان به نام کا هستش. در ترکیه به برف کار میگن و در شهر کارث این موضوع اتفاق افتاده. کا، کار و کارث. رمانی که این چنین رمزگذاری می شود با نام سه شخصیت اول داستان از جنس آدمیزاد، طبیعت و جغرافیا که مکمل حضور یکدیگر در روایت این قصه شومند. کا زیر بارش کار یا برف کوچه‌ها و خیابان‌های کارث را در پی حقیقتی می‌جوید که خود نیز به تدریج بخش جدایی ناپذیری از آن می‌شود. رمانی که اینچنین رمزگذاری می‌شود با شکلی از دانه بلورین برف که با خاطرات کودکی، وقایع حال و امید به آینده شخصیت اول رمان کا، معمای پیچیده لاینحلی می‌شود که اسرار نهفته در دل داستان را به اشعار کا گره زده و از خواننده‌اش انتظار هوش و حوصله دارد. رمانی که با وقایع و دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی و عقیدتی مردم آناتولی که به واقع قرابت انکارناپذیری با روزگار امروز مردم سرزمین ما دارند رمزگذاری می‌شود. قفل‌هایی که بسته می‌شوند و کلیدهایی که به ظاهر بازشان می‌کنند و به باطن هرگز. قفل‌هایی از جنس جهل، عصیان، امید و عشق.
انسان مدرن که کا آن را نمایندگی می کند، زیر بارش پیوسته دغدغه‌ها و آمالش که برف سرد کنایه از آن است، در راهروهای ذهن خود که به خیابان‌های خلوت و تکراری کارث می‌ماند، به دنبال هر آن چیزی است که قرن‌های قرن معنایی برایش نیافته است. سردرگم و عاصی از این دور باطل و پرسش‌های بی‌پاسخ، گاه فرار و گاه قرار را برمی‌گزیند، اما پاسخ غایی یک چیز است، پاسخی که شاید به ظاهر برای همگان متفاوت باشد، اما این فقط نیرنگ شکل هاست، شکلی از دانه بلورین و به سامان برف که در دستهایمان به آنی ذوب شده و از میان انگشت‌ها فرو می‌ریزد. اکنون برف در پیشگاه شماست. رمانی که ژیژک فیلسوف درباره آن میگوید: عاشق کارسی شدم که پاموک در رمان برف تصویرش میکند. باید از نزدیک ببینمش. رمان برنده جایزه بزرگ میدیسی در سال 2005 و سنگ اساس جایزه نوبل 2006 با ترجمه‌ای که تمام جهد و اهتمامش را به پای وفاداری به سبک نوشتاری نویسنده و بلاغتش در زبان مقصد گذاشته تا شاید خاطره سوء تفاهم‌های گذشته برخی از ترجمه‌های آثار پاموک را از یاد خوانندگان زبان فارسی بزداید. زمانی که در هنگامه شهرت ناگهانی نویسنده بسیاری به دلایل مادی آستین همت برای ترجمه رمان‌های پرفروشش بالا زده بودند، حالا دیگر آن تب و تاب فرو نشسته و موعد جبران تعجیل هاست. عارف جمشیدی، زمستان 1401. حسرت کدامین شعر را از پس کوچه باغ تنهاییم زار زار فریادت کنم. من خروش نفیر مرگ را در توازن شعر وداعت شنیدم. تقدیم به روان خواهرم نسرین جمشیدی که مترجم در ابتدای این کتاب آورده. این کتاب با 44 فصل شروع و تمام میشه. فصل اول: سکوت برف، سفر به کارث. مردی که پشت سر راننده اتوبوس نشسته بود به سکوت برف می‌اندیشید. اگر آنچه درونش حس می‌کرد سرآغاز شعری می‌بود، بیگمان نامش را سکوت برف می‌گذاشت. در آخرین لحظه خود را به اتوبوسی که قرار بود او را از ارض روم به کارث ببرد رسانده بود. ارض روم نام استانی در شمال شرقی ترکیه با مرکزیت شهری به همین نام. تاریخ دقیق احداث شهر در دست نیست و بنا به روایت برخی مورخین به دوره آشوری‌ها و ساکاها منتسب است. در سال 415 تا 422 میلادی به دستور تئودوسیوس دوم امپراتور روم شرقی قلعه نظامی در آن منطقه بنا شد و نام تئودوسیوپولیس را گرفت. تمامی پانوشته‌ها را مترجم آقای عارف جمشیدی در این کتاب اضافه کردند. کارث هم شهرستانی کوچک در شمال شرقی ترکیه است. بعد از سفری 2 روزه در برف و کولاک خود را از استانبول به یک پایانی اتوبوسرانی در ارزروم رسانده بود و با کیفی در دست در راهروهای سرد و کثیف به دنبال اتوبوس‌هایی می‌گشت تا او را به کارث برسانند که در آن حین مردی به او گفته بود اتوبوسی همکنون به مقصد مورد نظر وی در حال ترک پایانه است. شاگرد اتوبوس مدل ماگیروس از آنجا که دلش نمی‌خواست در صندوق اتوبوس را که تازه بسته بود دوباره باز کند گفته بود عجله داریم. برای همین کیف آلبالویی رنگ تیره برند بالیش را که اکنون در میان پاهایش گذاشته بود با خودش به داخل اتوبوس برد. مسافر که کنار پنجره نشسته بود پالتوی زغالی رنگ به تن داشت که 5 سال پیش از یک گالری در فرانکفورت خریده بود. از همین حالا اعتراف کنیم که این پالتوی زیبای نرم و کرکدار در روزهایی که در کارث سر خواهد کرد هم سبب ناراحتی و خجالتش خواهد بود و هم موجب امنیتش.
به محض اینکه اتوبوس را افتاد، مسافر به این امید که شاید چیز تازه‌ای ببینم، چشمهایش را با دقت گشوده و محله‌های اطراف ارزروم، مغازه‌های محقر و کوچک نانوایی‌ها و قهوه‌خانه‌های ویرانش را تماشا می‌کرد که کولاک برف آغاز شد. از برفی که در طول سفرش از استانبول به ارزروم تمام مدت باریده بود، سنگین‌تر و دانه درشتر بود. اگر مسافر نشسته در کنار پنجره تا این اندازه خسته سفر نبود، در دانه‌های درشت برفی که از آسمان به سان پر پرنده ها فرو می‌ریختند، اندکی بیشتر تحمل می‌کرد. می‌توانست کولاک سنگین برفی را که در راه بود پیش بینی کرده و شاید از همان ابتدا از سفری که زندگیش را دگرگون خواهد ساخت منصرف شده و راه برگشت را پیش می‌گرفت. اما فکر برگشتن در سر نداشت. هنگام غروب به آسمانی که روشن‌تر از زمین جلوه می‌کرد چشم دوخته بود و دانه‌های برفی را که رفته رفته بزرگتر می‌شدند و در باد پیچ و تاب می‌خوردند چنان تماشا می‌کرد که گویی نه پیک فلاکت پیش رو، بلکه نشانه‌هایی به جا مانده از صفا و نشانه‌هایی کودکی بودند. مسافر کنار پنجره به شهری که دوران کودکی شاد و مسعودش را در آنجا گذرانده بود، به استانبول که بعد از 12 سال در پی خبر مرگ مادرش 1 هفته پیش به آنجا برگشته و تنها 4 روز را در آن گذرانده بود فکر می‌کرد و اکنون عازم سفر کارز شده بود که برنامه‌ای قبلی برای آن نداشت. از تماشای زیبایی این برف بی‌سابقه لذتی به مراتب بیشتر از دیدن استانبول، آن هم بعد از گذشت سالها حس می‌کرد. شاعر بود و در شعری که سالها پیش سروده بود و خوانندگان ترک کمتر آن را می‌شناختند نوشته بود: در این زندگی برف یک بار هم در رویاهایمان می‌بارد. برف همچنان که در رویاهایش آرام آرام می‌بارید، مسافر کنار پنجره خود را غرق در حس سادگی و معصومیتی یافته بود که سالها مشتاقانه در پیش گشته و اکنون با خوشبینی باور کرده بود که می‌تواند در این دنیا خود را در خانه‌اش بداند. اندکی بعد کاری کرد که سالها انجامش نداده و از گوشه ذهنش هم نگذشته بود. روی صندلی اتوبوس خوابش برد. از این خوابش بهره جسته و یواشکی کمی از او بگوییم. 12 سال تمام در آلمان تبعیدی سیاسی بود، اما هرگز درگیر فعالیت‌های سیاسی آنچنانی نشده بود. شعر تمام فکر و ذکر و علاقه اصلیش بود. 42 سال داشت. مجرد بود و هیچ وقت ازدواج نکرده بود. روی صندلی که در آن پنجل شده بود قابل تشخیص نبود، اما به نسبت میانگین قدی ترک‌ها مرد بلند بالایی به حساب می آمد، با موهای قهوه‌ای و رنگ پوستی که در این سفر سفیدتر به نظر می رسید. مرد کم حوصله‌ای بود که از تنهایی لذت می برد. اگر می دانست بعد از اینکه به خواب رفته بود در اثر تکانهای اتوبوس سرش ابتدا روی شانه و سپس روی سینه مسافر بغل دستیش افتاده، حسابی خجالت می کشید. مسافری که جثه او روی همسایه‌اش آوار شده بود مرد خوشنیت و متشخصی بود و به خاطر همین خصوصیت‌هایش مانند قهرمانان داستان‌های چخوف که در زندگی شخصی منفعل و مغروبند همیشه غمگین بود. بعدها دوباره به موضوع غم و اندوه او برخواهیم گشت. نام این مسافر که می‌دانم بیش از این نمی‌تواند در آن حالت معذب به خوابش ادامه دهد، کریم آلا کوش اغلوس، اما از آنجا که از این نام خوشش نمی‌آید ترجیح می‌دهد از حروف اول نامش به عنوان نام مستعار استفاده کند و من هم در این کتاب همان گونه خواهم کرد. قهرمان ما زمانی که هنوز دانش آموز بود روی ورقه‌های امتحانی مصرانه نامش را کا می‌نوشت و در دوران دانشگاه نیز پایین برگه‌های حضور و غیاب را با اسم کا امضا می‌کرد و در تاکید بر این موضوع درگیری با اساتید و کارمندان دولت را به جان می‌خرید. با این نام که همه از جمله مادر و خانواده‌اش را به استفاده از آن قانع کرده بود و کتاب‌های شعرش را نیز
با همین نام منتشر میکرد. در ترکیه و آلمان در میان ترک‌ها آوازه‌ای هرچند اندک اما اسرارانگیز داشت. اکنون ما هم مانند راننده اتوبوس که هنگام خروج از پایانه ارزروم برای مسافرانش آرزوی سفری خوش کرده بود میگوییم سفر بخیر کای عزیز. اما من قصد فریب شما را ندارم. من از تمام وقایعی که کا در کارس از سر گذرانده قبل از اینکه داستانش را برایتان تعریف کنم خبر دارم. اتوبوس بعد از اینکه خراسان را پشت سر گذاشت، خراسان یک شهر کوچکی هستش در شمال شرقی ترکیه. رو به شمال کرد و مسیر کارس را در پیش گرفت. در یکی از سربالایی‌های مارپیچ ناگهان عرابه‌ای جلوی اتوبوس پیچید و با ترمز سختی که راننده داشت بلافاصله از خواب پرید. طولی نکشید تا حال و هوایی را مشابه با آنچه سایر مسافران داشتند احساس کند. وقتی اتوبوس در نزدیکی پرتگاه‌های صخره‌ای از سرعتش کاست، او هم با اینکه درست پشت سر راننده نشسته بود، مانند بقیه مسافرانی که آن پشت نشسته بودند، برای مشاهده بهتر آنچه که در پیش رو بود از جایش بلند شد و به مسافری که برای کمک به راننده با اشتیاق شیشه جلویی اتوبوس را پاک می‌کرد گوشه‌های بخار گرفته را نشان می‌داد. کسی متوجه کمکش نشده بود. ناگهان سفیدی همه جا را فرا گرفت و دیدشان کمتر شد و برف‌پاک‌کن‌ها هم دیگر برای پاک کردن شیشه جلویی کافی نبودند. او نیز مانند راننده سعی می‌کرد بفهمد امتداد آسفالت به کدام طرف کشیده شده است. علامت‌های روی جاده زیر آوار برف فرو رفته بودند و دیده نمی‌شدند. کولاک برف بیشتر شد. راننده روشنایی‌های داخل اتوبوس و چراغ‌های نوربالا را خاموش کرد. با نور پایین جاده بیشتر قابل تشخیص بود و داخل اتوبوس تاریکی محض. مسافران وحشت‌زده بی آنکه حرفی با هم بزنند به خیابان‌های فقیر قصبه‌های کوچک مدفون در زیر برف، به روشنایی سوسوزن خانه‌های محقر یک طبقه، به جاده روستاهای دوردست که از همکنون بند آمده بودند و به دره‌هایی که زیر روشنایی اندک هر از گاهی قابل رؤیت بودند نگاه می‌کردند. اگر هم حرفی می‌زدند آن را نجوا کنان و در گوشی زمزمه می‌کردند. مسافر بغل دستی کا که کمی قبل روی شانه وی خوابش برده بود به آرامی از کا قصد سفرش به کارس را پرسید. فهمیدن اینکه کا اهل کارس نیست کار سختی نبود. کا هم به آرامی جواب داد روزنامه نگارم. این حقیقت نداشت. درستش این بود برای انتخابات شهرداری و ماجرای زنهایی که خودکشی کرده‌اند می‌روم. مسافر بغل دستی‌اش گفت همین روزنامه‌های استانبول ماجرای قتل شهردار کارس رو نوشتن، همینطور خودکشی زنها رو. برای کا سخت بود که بفهمد آن مرد از بیان این حرفها مفتخر است یا شرمسار. در طول مسیر گاه و بیگاه با این مرد روستایی خوشقیافه و مؤدب که 3 روز بعد در خیابان خالد پاشای کارس زیر بارش برفها با چشم‌های اشک‌آلود دوباره با وی روبرو شد صحبت می‌کرد. فهمید که به دلیل کمبود امکانات بیمارستان کارس مجبور شده بود مادرش را به ارزروم ببرد. در یکی از روستاهای نزدیک کارس دامداری می‌کرد. به سختی روزگار می‌گذراند اما شکایتی نداشت. به دلایل اسرارآمیزی که برای کا بازگو نکرد برای کشورش متاسف بود و سپاسگزار مرد تحصیل کرده‌ای مثل کا بود که برای مشکلات کارس از آن سر کشور از استانبول به اینجا آمده بود. در حرفهای ساده و رفتار بالندش هنگام حرف زدن اصالتی نهفته بود که احترام کا را برمی‌انگیخت. کا حس کرده بود که حضور مرد باعث آرامشش می‌شود، آرامشی که 12 سال تمام در آلمان تجربه نکرده بود. از آن جنس آرامش که به واسطه حضور مردی از طبقه ضعیف‌تر در وی ایجاد شده بود، احساس شفقتی می‌کرد که از سالهای دور به یاد داشت. در چنین مواقعی سعی می‌کرد جهان را از دید انسانی ببیند که به دنیا نگاهی عاشقانه و مهربان دارد. وقتی کا خود را غرق این تلاش کرده بود، دیگر نه از کولاک بی‌امان برف می‌ترسید و نه اضطراب سقوط اتوبوس به اعماق دره را داشت و فهمید که اتوبوس با تأخیر هم که شده
بالاخره به کارس خواهد رسید. وقتی اتوبوس با 3 ساعت تأخیر خود را به خیابان‌های پوشیده از برف کارس رساند، کا به هیچ وجه نتوانست شهر را بشناسد. کا نتوانست شهری را که 20 سال پیش در یک روز بهاری با قطار بخار وارد ساختمان ایستگاهش شده بود بشناسد. حتی نتوانسته بود هتل جمهوری را که اتاقهایش مجهز به تلفن بودند به جا بیاورد. همان هتلی که راننده تاکسی بعد از گشتی در شهر او را به آنجا رسانده بود. گویی همه چیز زیر برف مدفون و گم شده بود. عرابه‌های اسبی که در پایانه انتظار می‌کشیدند چیزهایی از گذشته را برایش تداعی می‌کردند، اما شهر از چیزی که کا سالها پیش دیده بود و به یادداشت تهی‌تر و غمگین‌تر بود. کا از پشت پنجره یخبسته اتوبوس آپارتمان‌های بتونی را که در 10 سال اخیر تمام شهرهای ترکیه را در بر گرفته بودند، پنل‌های فایبرگلاس که همه جا را شبیه هم کرده بودند و پوسترهای تبلیغاتی انتخابات را که روی بندهای از این سوی خیابان تا آن سویش کشیده شده بودند دید. به محض اینکه از اتوبوس پیاده شد و پا روی برف نرم گذاشت، سرمای گزنده‌ای از پاچه‌های شلوارش به تو خزید. وقتی سراغ آدرس هتل کارپالاس را که تلفنی از استانبول رزرو کرده بود از شاگرد اتوبوس می‌گرفت، در میان مسافرانی که چمدان‌هایشان را تحویل می‌گرفتند چهره‌های آشنایی را دید، اما در زیر بارش برف نتوانست آنها را به جا بیاورد. پس از آنکه اتاقش را تحویل گرفت و سپس به میخانه یشیل یورت رفت، دوباره آنها را دید. مردی خسته و فرتود اما هنوز خوش‌قیافه و جذاب و زنی چاق اما پر جنب و جوش که معلوم بود همسفر زندگی اوست. که آنها را از تئاترهای مملو از شعارهای سیاسی دهه 70 در استانبول می‌شناخت. نام مرد سونای زعیم بود. محو تماشایشان بود و در گذشته‌ها سیر می‌کرد. چهره زن برایش تداعی کننده همکلاسی دوران ابتداییش بود. کا تئاتری‌های دیگری را هم که در کنار میز آنها نشسته بودند دید. این گروه کوچک تئاتر در این شب برفی نوامبر در این شهر فراموش شده چه می‌کردند؟ قبل از ترک این رستوران که 20 سال پیش پر از ماموران دولتی کراواتی بود، کا گمان کرد که در پشت میز دیگری یکی از قهرمانان مسلح و چپ دهه 70 را دیده است. انگار خاطراتش نیز مانند شهر کارس و رستورانش رنگ باخته و زیر برف دفن شده بود. آیا این خیابان‌ها به خاطر برف ساکت و خلوت بودند یا اینکه هرگز کسی روی این پیاده‌روهای یخزده قدم نگذاشته بود؟ با دقت نوشته‌های روی پوسترهای انتخاباتی و اعلامیه‌ای را که فرمانداری نصب کرده بود خواند. انسان شاهکار خلقت است و خودکشی گناهی کبیره. کا جمع مردانی را دید که در چایخانه با آن شیشه‌های یخ‌بسته‌اش دور هم جمع شده و تلویزیون تماشا می‌کردند. تماشای بنای ساخت روس‌ها و آن ساختمان‌های سنگی قدیمی که کارس را در یادش به شهری خاص تبدیل کرده بود، اندکی هم شده آرامش کرد. هتل کارپالاس با معماری بالتیکش یکی از آن بناهای خوش ساخت روسی بود. 2 طبقه بود و برای ورود به آن میبایست بعد عبور از یک باغ از زیر طاقی که پنجره‌های باریک و بلند بنا را به آن باز میشد میگذشتی. وقتی کا از زیر این اتاق بلند که 310 سال پیش برای عبور عرابه‌های اسبی طراحی شده بود میگذشت، هیجانی خفیف و گذر را حس کرد. اما آنقدر خسته بود که وقتی به آن نگذارد. با وجود این باید بگوییم که این هیجان ارتباطی با یکی از دلایل حضور کا در کارس داشت. 3 روز پیش وقتی کا در استانبول به دفتر روزنامه جمهوری رفته بود، تانر دوست دوران جوانیش را دید و او نیز برای کا تعریف کرده بود که انتخابات شهرداری کارس در حال برگزاری است و درست مثل باتمان شهری در جنوب شرقی ترکیه، در کارس نیز دختران جوان به شکلی عجیب دچار پاندمی خودکشی شدند و به او پیشنهاد کرده بود تا درباره این موضوعات بنویسد و بعد از 12 سال ترکیه واقعی را از نزدیک ببیند و اگر بخواهد میتواند قبل از آنکه این مأموریت را به شخص دیگری محول کند به کارس برود و برای این کار
برایش کارت موقت خبرنگاری صادر خواهد شد و اضافه کرده بود که ایپک زیبا هم دانشگاهی قدیمیشان نیز در کارث زندگی می کند. با وجود طلاقش از مختار، ایپک هنوز با پدر و خواهر کوچکش در هتل کارپالاس زندگی می کرد. وقتی کا به حرفهای تانر که در روزنامه جمهوری مقاله های سیاسی می نوشت گوش می کرد، زیبایی ایپک را به یاد آورد. بعد از آنکه کا کلیدهای اتاق 203 در طبقه دوم را از جاوید کاتب که در لابی هتل با آن سقف مرتفعش مشغول تماشای تلویزیون بود گرفت و به اتاقش رفت، اندکی آرامتر شد. در طول مسیر کلاه خودش را قاضی کرده بود و برخلاف ترسی که داشت، نه ذهنش پیش ایپک بود که در هتل حضور داشت و نه قلبش. کا در حد مرگ از عاشق شدن با آن غریزه قدرتمند عشق‌های محدود که فقط زنجیره‌ای از درد و شرم را تداعی می‌کنند می‌ترسید. نیمه شب در اتاق تاریکش قبل از اینکه به تخت خواب بخزد، با پیژامه‌ای که به تن داشت به طرف پنجره رفت و گوشه پرده را کنار زد. بارش بی‌امان دانه‌های درشت برف را تماشا کرد. خب من تونستم فصل اول رو برای شما بخونم. فصل دوم شرح ما جایی دنج و آرام است، محله‌های دور افتاده، که دیگه فصل دوم رو شروع نمی کنم چون قطعا زمان به من اجازه نمیده که بیشتر از این رو برای شما بخونم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. اگر از این رمان زیبا و نوشته های آقای اورهان پاموک خوشتون میاد، حتما برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.